یادتون خالی چند شب پیش با خانمم و بچه‌مون رفته بودیم کباب بخوریم. چند تا میز اونورتر یه خانواده نشستن که یه بچه پسر بودن 4-5 ساله داشتن. وقتی که غذا رو آوردن اون بچه خب به تب نشست که غذا رو بخوره، یا مثلا بازی میکرد یا بلند میشد راه میرفت. تو همین هین که هی داشت راه میرفت و غذا نمیخورد، باباش چندین بار برگشت بهش گفتش که چقدر بچه بدی شدی امشب، خیلی بچه بدی هستی، چرا انقدر ما رو اذیت میکنی، حیف این غذا، لیاقتشو نداری و از اینجور جملات. اگر یه بار دو بار میگفت مشکلی نداشت، یا از روی عصبانیت بود، حتی همونش هم مشکل داره ها، ولی خب وقتی که چندین بار تکرار میشه شاید شما ندونید اما مصداق بارز کودک آزاریه و شاید خودتون ندونید اما خیلی 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 تأثیر میذاره روی اون بچه. کودک آزاری فقط آزار جنسی نیست، کودک آزاری فقط ضربه فیزیکی یا کتک زدن اون بچه نیست. همین که شما بچه رو از لحاظ زبونی تحقیر میکنید یا کلمات بدی بهش میگید، جزو دسته کودک آزاری قرار میگیره و میشه کودک آزاری نوع روانی و عاطفی.